به نام خداوند بخشنده ای مهربان نهایت رحم. السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای بنده را میشنوید. بنده تصمیم گرفتم برایتان یک قصه بسیار تأثیر بخش و جالبی را پیشکش نمایم. میگوید زنی مسلمانی را شوهرش وفات کرد و با کودکانش تنها ماند. صاحب خانه او را از حجره پیش کرد. چون اجاره خانه را داده نتوانست، زن کودکانش را گرفته به کوچه برآمد. هر طرف رفت ولی مکان زیست پیدا نکرد. هوا نهایت سرد بود. کودکانش را در مسجد گذاشت تا کمی باشد هم گرم شوند و باز به کوچه برآمد. در راه مرد مسلمان با وقار و ظاهرا ثروتمندی را دید و نزدش رفت تا کمک طلب نماید. چون قصه اش را نقل کرد، مرد گفت دلیل بیار که سخنانت راستند. زن گفت من کسی را ندارم که دلیل بیارم. کودکانم را میبینی در مسجد نشسته‌اند. مرد روی گرداند و رفت. زن دل شکسته راهش را دوام داد و مرد یهودی پیران سال را دید و با او قصه اش و حادثه با مرد مسلمان روی داده را نقل کرد. مرد زود به طرف مسجد روانه شد. کودکان زن را گرفته به خانه اش آورد. به همسرش امر داد که طعام و جای خواب تیار نماید. شادی زن بیچاره و کودکان بی سربان حد و کنار نداشت. همان شب مرد مسلمان خواب می بیند که قیامت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم امتانش را شفاعت می کند. ناگهان قصر را می بیند که از یاقوت و زمرد و دروازه هایش از در و مرجان ساختند. مرد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید ای پیامبر خدا، این قصر برای کیست؟ پیامبر خدا درود بر او جواب دادند این قصر یک مسلمان یکتاپرست است. مرد در جواب گفت ای پیامبر خدا، من مسلمان یکتاپرست هستم. پیامبر خدا درود بر او فرمودند دلیل بیار که سخنانت راست است. از زنی بیچاره دلیل می پرسیدی، اکنون خودت نیز دلیل بیار. این لحظه میگوید مرد از خواب بیدار شد. غمگین شد که فرصت خوب کسب کردن ثواب را از دست داده است و با کفت و کاو این زن شتافت. پس از جستجوی دور و دراز فهمید که مرد یهودی در خانه اش جای داده است و نزدش آمد و میخواهم آن زن را با کودکانش به خانه ام ببرم. مرد یهودی گفت این کار امکان ندارد. از برکات این زن و کودکانش بهره‌ور شدم. نمیخواهم از دست بدهم. مرد در جواب گفت به تو 1000 تنگه میدهم، آنها را به من بده. مرد یهودی گفت نمیدهم. آن قصر زرین را آیا میخواهی با 1000 تنگه ناچیز بخری؟ هرچند مرد مسلمان اصرار کرد، یهودی رد کرد و گفت آن خوابی که تو دیدی من هم دیدم و آن قصر که تو را به حیرت آورد مال من است. شبانه پیش از خواب از برکات این زن و از دعوت او من و همسرم و تمام عائله‌ام اسلام را پذیرفتیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم و او آن قصر جنتی را به من نشان داد و گفت
به آن زن و کودکانش نیکی کردی. الله به تو این قصر را در جنت خواهد داد. قسم به الله اگر مال و ملک تمام جهان را به من دهی، این زن و کودکانش را رها نخواهم کرد. بله دوستان عزیزم، واقعا امروزها در جامعه میبینیم بسیار زنهای فقیر و ناداری که به این گونه مشکلات ها روبرو هستند. خوشا به حال اون شخصی که الله برای اون مال و ثروت داده است و اون مال و ثروتی که الله برایش داده است باز در راه الله او را صرف میکند و در عوض او الله در دنیا و آخرت برای او اجر و پاداشی به اخیر نصیب و روز میکند. چون که این سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که میگوید هر عملی را که کردی او عمل انتظار باش. پس خوبی کردیم، پس خوبی رو در همین دنیا انتظار باشیم، هم در این دنیا و هم در قیامت. اگر که بدی کردیم، اگر بگیم بخیلی کردیم و از مالی که الله برای من و شما داده است سختگیری کردیم و به محتاجان و فقیران ندادیم، این روز را انتظار باشیم. با شما بودم بنده عبدالله، یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. باوری دارم قصه برای یکایک ما و شما پسند آمد و در حق بنده به دعا باشید و فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. السلام علیکم. با صدای فردوس محمد سعید. محبوب من، محبوب من، محبوب من، یزدانی من. محبوب من، محبوب من، محبوب من، یزدانی من. ما نداریم جز تو کس، در دو عالم فریاد رس. محبوب من، یزدانی من، ای مهری تو در جانی من. محبوب من، یزدانی من، ای مهری تو در جانی من. ای ذکر در زبانی من، ای دلبر و دلداری من. بادا فدایت جانی من، محبوب من، یزدانی من. بادا فدایت جانی من، محبوب من، یزدانی من. ما آسیانی پرگناه، بیچارگانی مستمند، درها بروی ما مبند. محبوب من، یزدانی من، درها بروی ما مبند. محبوب من، یزدانی من. ای کل عالم را تو بس، ای خالقی رحمانی من. ای محرمی اسرار من، محبوب من، یزدانی من، ای مهری تو در جانی من. محبوب من، یزدانی من، ای مهری تو در جانی من. محبوب